بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البلد مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. لا حرف توکید است. اقسم، الله متعال توکید میکنه. لا والله اقسم بهذا البلد، قسم یاد میکنم به این شهر که مکه مکرمه هست، شهر با عظمت است. و انت حل، و تو داخل میشوی به هذا البلد، این شهر. و والد، و قسم از به پدر، و ما ولد، و آنچه که ای از اولادهای از او هست. لقد خلقنا الانسان، الله متعال میگه یقینا که خلق کردیم انسان را، فی کبد، در محنت و شدت و سختی. ایحسب، آیا گمان میکنه این انسان ان لا یقدر علیه احد، که هیچ کسی بالای از این قدرتمند نیست. یقول، بازی انسان چی میگه؟ اهلکت مال لبدا. وقتی که لاف شروع میکنه باز میگه مصرف کردم، برباد کردم بسیار مال را. الله متعال میگه این بیخبر انسانی را میگه خوشحال است که من مال زیاد برباد کردم، در حالی که از رپا در روز قیامت تو محاسبه میشی. ایحسب، آیا ای گمان میکنه علم یره احد، که هیچ کسی رو نمیبینه؟ الله متعال میگه الم نجعل له عینین، آیا ما بر از دو چشم خلق نکردیم؟ و لسان، زبان، و شفتین، و دو لب، و هدیناه النجدین، و هدایت نکردیم بر از دو راه حق و باطل برش نشان ندادیم، راهنمایی نکردیم. فلاقتحم العقبه، پس ای داخل نشد در سختی ها. این سختی ها چی است؟ و ما ادراک ما العقبه، این عقبه چی هست؟ این سختی ها را بالای خود تحمل نکرد. چی است؟ فک رقبه، یکی از سختی هایی که انسان باید متحمل شوه، پول خدا مصرف بکنه و آزاد بکنه گردن ها را. در آزادی مسلمان ها سعی و تلاش بکنه. او اطعام، یا طعام بته فی یوم ذی مسغبه، در روزی که بسیار گرسنگی زیاد است. بکی طعام بته؟ به پیسه دارا؟ نه، کسایی که به پیسه دارا و مال دارا اید و پیازه و پلو پخته میکنن، نه، یا دروغ میگن. مسلمان حقیقی کی هست که طعام میته به یتیمن، برای یتیمی که ذا مقربه، از اقارب ازی هست. او مسکینن، یا برای مسکینی که ذا متربه، که در خاک نشسته هست. ثم کان من الذین آمنوا، باز می باشه می شخص از جمله ایمان دارا. و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، باز دیگران را هم توصیه میکنه به صبر و توصیه میکنه به چی؟ به رحم کردن و مهربانی. اولایی که امی گروه مردم که امی قسم صفات داشته باشن اصحاب المیمنه هستن، صاحبان دست راست هستن که با دست راست شهادت نامه خود میگیرن. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن به آیاتنا، به آیات ما، الله متعال میگه هم اصحاب المشأمه، اینا صاحبان دست چپ هستن. علیهم نار مؤصده، بالای از اینا یک آتش است که این مؤصده سرش بند کرده شده، مثل سر دیگه بخاره که بسته میکنی، این می داخل شخ سرشان بسته شده.